صدای ترکیش در قلب کابل. هواپیماهای جنگی پاکستان به پایتخت حکومت طالبان و چند شهر و دهه افغانستان حمله کردند. برادر کل ما خواه بودیم، تیاره متوامت شیر نشست کرد. همون صدای تیاره که شنیدم من خیستم، دیدم که تیاره تو شیش تا یک دو دانه بم زد، پس بالا شد، هم شواز کرد، گرم بست کرد. دیگه ساعت 2 بجه شب بود، 2 بجه شب بود. دیگه هم سیاسرها کلی خیستیم، دویده آمدیم پایان. حمله به کابل و قندهار پس از آن صورت گرفت که نیروهای حکومت پاکستان و طالبان در مرز با هم درگیر شدند. مقامات پاکستان اعلام کردند که حمله ها به مرکزهای نظامی طالبان را ادامه می‌دهند. با ادعای آنها تاکنون 133 عضو طالبان کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان ادعا کردند که 55 نظامی پاکستان را کشته و 2 پایگاه و 19 دیدبانگاه آنها را در آن سوی مرز تصرف کردند. تصدیق ادعای دو جانب از منابع مستقل امکان ناپذیر است. البته سرحدی علاقوں میں پاکستان یکی از طرفداران اصلی حکومت طالبان در افغانستان دانسته میشد، ولی سالهای اخیر این مناسبت دو همسایه بد شده است. مقامات پاکستان گروه طالبان را با آن عیبدار میکنند که افغانستان را به پایگاه تروریستانی بین المللی از جمله خانه تحریک طالبان پاکستان تبدیل کردند. حکومت طالبان با حکومت پاکستان از ماه اکتبر سال گذشته در تنش بوده و این تنش ها تا امسال ادامه داره. در آخرین مورد هفته گذشته حکومت پاکستان حمله را بر ولسوالی بهزود ولایت ننگرهار انجام داد که در این حمله غیر نظامیان کشته شدند. حکومت پاکستان ادعا کرده که اهدافشان TTP و همچنان شاخه خراسان گروه داعش در داخل افغانستان بوده. این تنش ها تا جایی کشیده شد که شب گذشته هم حکومت طالبان حمله انتقام جویانه را بر امتداد خط دیورند بر پاکستان انجام داد و پاکستان هم همزمان حملات را در کابل و 3 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد که هر دو طرف میگن که تلفات سنگین به یکدیگر وارد کرده. بحث مقامات پاکستان و طالبان پس از آن اوج گرفت که به گفته مقامات پاکستانی طالبان افغانستان تحریک طالبان پاکستان را پشتیبانی میکنند. تحریک طالبان یک گروه مسلحی است که در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان علیه حکومت پاکستان می جنگد. پاکستان ماه اکتبر سال گذشته اعلام کرد که به چند قرارگاه این گروه در خاک افغانستان ضربه زده است. بعد این تنش نظامی بین دو کشور همسایه بیشتر شد. سال گذشته دو کشور با میانروی قطر و ترکیه آتش بس کردند. پایان و پیامد درگیری کنونی که جدی‌تر از گذشته هاست روشن نیست.